به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و بزرگوار. گفته نقطه ثابت او رو در صفحه در نظر بگیرید. خب بیام یه نقطه او رو در نظر بگیریم. گفته تمامی نقاط از صفحه که به فاصله 3 سانتی متر از آن هستن چه شکلی تشکیل میدن؟ خب مشخص میشه یه دایره به مرکز او و شای 3 سانتی متر. پس میشه یه دونه دایره. پس مربع میره کنار. پس شای دایره میشه 3. خب میدونیم مساحت دایره میشه پی ضرب در آر به توان 2. 3 به توان 2 9 ضرب در پی میشه 9 پی. و جواب میشه گزینه 4. خط دی را در نظر بگیرید و تمام نقاطی که به فاصله، من خط دی رو رسم کنم. این خط دی این باشه خط دی. گفته و تمامی نقاطی که به فاصله 2 سانتی متر از آن خط قرار دارن چه شکل‌هایی تشکیل میدن؟ خب میشه دو خط، چون با فاصله 2 از این هستن، میشه دو خط موازی با خط دی مثل د پریم و دی زگند که فاصله شون از این برابر با 2 باشه. خب پس میشه دو خط موازی در طرفین دی و به فاصله 2 از آن. تست بعد گفته نقاط A و B به فاصله L سانتی متر از هم قرار دارن. خب اول خط رو رسم کنم. این فاصلش L باشه، دو نقطه این A هست و اینم B. گفته اگر حد اکثر یک نقطه وجود داشته، یعنی یا یه نقطه داره وجود داره یا هیچی، که از A به فاصله 5 سانتی متر، پس باید به مرکز A و به شای 5 یه دایره بزنم. فرض کنید یه دایره. و از B به فاصله 7 باشد. اگه بخواد یه نقطه وجود داشته باشه باید اینا بر هم مماس باشن. با اینکه با توجه به اینکه این L هست، طولش L هست، این 5 و این 7، پس L باید 12 باشه. حالا اگر بخوان حد اکثر، یعنی یا این دو تا دایره هم دیگه رو قطع نکنن، پس L یا باید 12 باشه یا 12 بیشتر باشه که این دو تا دایره هم دیگه رو قطع نکنن. و جواب میشه گزینه 4، یعنی L بزرگتر مساوی 12. گفته نقاط A و B به فاصله 6 سانتی متر از هم قرار دارن. فرض کنید دو نقطه A و B هست، به فاصله 6 سانتی متر از هم قرار دارن. گفته به مرکز A به شای 6 سانتی متر و از مرکز B به شای 4 سانتی متر دو کمان رسم میکنیم تا دو کمان همدیگه را در X و Y قطع کنیم. فرض کنید یکی اینجا قطع میکنه، یکی هم اینجا. خب اینا رو به هم وصل کنم. خب از من خواسته این مساحت این شکلی که به دست میاد چقدره. خب من برای که مساحت رو پیدا کنم این 6 هست، این هم میشه 6، این هم 6 هست، این 4 و این هم 4. خب مشخص که این مثلث X AB متساوی ساقینه. اگر من ارتفاعش رو رسم کنم، ارتفاعش رو فرض کنم AH باشه، من شکل استخوان بد کشیدم چون مثلث متساوی ساقینه. پس اینجا 2 هست، این هم میشه 2. خب این دوتا میشن 2. این هم 6 بوده، 36 منهای 4 میشه 32. جذر 32 میشه 4 رادیکال 2. پس مساحت شکل بالایی میشه 1/2 ارتفاع، یعنی 4 رادیکال 2 ضرب در قاعده، یعنی 4. خب دو تا از اینا داریم چون اینا هم نشت هستن، پس مساحتشون یکی، یه ضرب در 2 هم پس داریم، ساده میشه 16 رادیکال 2، یعنی جواب میشه گزینه 4. تست بعد گفته دو خط موازی د و د پریم در صفحه به فاصله 3 از هم وجود دارند. نقاط از صفحه که فاصله آنها از خط دی برابر با 2. وقتی میخواد از خط دی برابر با 2 باشه، یک خط میتونه اینجا باشه و یک خط اینجا که فاصله شون از این بشه 2. پس این فاصله 2 هست و این فاصله هم 2. و بعد گفته از خط د پریم برابر 5 باشه فاصله شون. خب من اگر بخوام بیام رسمش کنم، از خط د پریم به فاصله 5 باشه، خب این 3 اونم 2 میشه 5، یعنی میافته دقیقا رو این یکی.
و پایینی هم 5 سانتی متر میفته این پایین، این فاصله میشه 5. خب بعد جواب گفته خطی موازی د و د پریم و به فاصله 2 سانتی متر از دی پایین خط دی ولی بالای خط دی، یعنی جواب میشه گزینه 1. گفته نقطه پی خارج از خط دی مفروض است، به مرکز پی و به شعاع A کمانی رسم میکنیم. خب من اگر به مرکز A کمان رسم کنم، گفته اینا رو در نقاط A و B قطع میکنه. اگر وصل کنم این میشه A، اینم میشه A. خب این مثلث متساوی ساقینه، پس حتما نقطه پی روی عمود منصف AB. حالا گفته کدام گزینه غلط است؟ نقطه پی روی عمود منصف AB هست، درسته. فاصله پی از دو نقطه A و B یکسان و برابر A هست، این هم درسته. مثلث AB متساوی لحظه. خب من نمیدونم این AB آیا برابر با A هست یا نیست، ولی گفته نقاط A و B از خط گذرنده از P و عمود بر AB به یک فاصله اند. یعنی من اگه عمود منصف AB رو رسم کنم یا عمود بر AB رو رسم کنم، مشخصه که فاصله هاشون یکی هست، چون میشه عمود منصف. و جواب میشه گزینه 3 که درست در نمیاد. اما تست بعد گفته دو پاره خط AB و CD مفروضند. فرض کن نقطه P نقطه F وجود داره که از A B C و D به یک فاصله باشه. خب فرض کن این نقطه F اینجا باشه، پس فاصلهش از C و D یکیه، از A و B هم یکیه، پس حتما هم رو عمود منصف CD هم رو عمود منصف AB. خب گفته کدام گزینه غلط است؟ نقطه F رو عمود منصف AC است، این درسته. بعدی نقطه F رو عمود منصف BD، خب این مطمئنا غلط هست. نقطه F روی دایره گذرنده از نقاط A, B, C و D میگذره. چرا؟ چون نقطه F اگر مرکز باشه، نقطه F گفته روی دایره گذرنده از نقاط. چرا اینجوری؟ چون با فاصله شون یکی هست و نقطه F مرکز دایره است که از نقاط A, B, C و D میگذرد. خب اما بین گزینه 2 و 3، پس این هم درسته. نقطه F روی دایره گذرنده از نقاط A, B, C و D قرار دارد. F روی عمود منصف BD است. نقطه F روی عمود منصف BD قرار دارد چون F خودش گفته F نقطه F از A, B, C و D به یک فاصله، پس FD و FB با هم برابرن، پس حتما اینم درست در میاد. و این غلط در میاد چون ممکنه نقطه F روی این دایره نباشه، مرکز دایره. پس جواب میشه گزینه 3. دوستان موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.